دست بگیر و سفره‌دار، خیر و ورزشکار و به قولی لات واقعی بخشی از شخصیت اون بین گندلاتایی بود که همه دورشون جمع میشن و بهشون افتخار میکنن و باهاشون عکس میگیرن. اما اون زیر سایه برادرش بزرگ شد که حسابی تو تهران و ژاپن سر و صدا کرده بود. هرچند چند تایی هم سابقه خلاف و شرارت داشت، اما به یک باره مسیرش رو عوض میکنه و از خودش یه نام موندگار تو شخصیت پهلوانی و لوتیگری به جا میذاره که بهش کلی هم لقب دادن. کشتیگیر و باستانیکار، زورخونه‌ای با اصالتی اردبیلی، سید مرتضی اشرفی، لات و پهلوان منطقه گمرک تهران بود. سلام دوستان، به کانال آدم خوب ها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگه به این سبک ویدیو علاقه‌مندید خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. میگم بزرگی و منش و پهلوانی باید تو وجود آدم باشه و با درس و پول و قدرت و زور به دست نمیاد. خصلتی که خیلی‌ها رو موندگار میکنه و اسمشون تا ابد برای طرفداراشون اسطوره میشه. سید مرتضی و برادرش سید مهدی یکی از گردن کلفتای قدیم تهران بودن. مهدی برای خودش کسی شد و تو دنیای پرشور گندلاتی به جایی رسید که نه تو تهران جاش بود نه تو زندان. رفت ژاپن و تو ژاپن هم حریف میطلبید. اما سید مرتضی با اینکه خط برادر بزرگ رفت، خیلی زود پا پس کشید و مرام و معرفت و مردمداری رو سرلوحه کارش کرد و خاک زورخونه و تشک کشتی ازش یه پهلوون ساخت که حالا آوازه کارهای خیرش بیشتر از بقیه به گوش میرسه. در مورد سید مهدی داداشش یه ویدیو ساختیم و تو کانال آدم بدها هست. اما تو این خانواده هر سه تا داداش سرنوشتی عجیب داشتن. سید مهدی شد گندلات و بزن بهادر و گردن کلفت تهران. یکیشون مثل روح الله رفت جبهه و شهید شد و اون یکی سید مرتضی شد سلطان مرام و معرفت و خیر و دست بگیر. هرچند خیلیا میگن اگه اسم و رسمی هم در کرده به واسطه داداشش مهدی بوده، اما به هر حال خودشو کشید بالا، نه به عنوان گندلات و بزن بهادر بلکه به نام لوتی و پهلوان. متولد 1342 تو منطقه هاشمی و گمرک تهران بود و اصالتی اردبیلی داشت. قدیمیای تهران و همدوریای خودش همیشه به نیکی ازش یاد میکنن و میگن از همون نوجوانی سر به راه تر بوده و زندگیش رو خط موازی با خلاف و اوباشی برخلاف داداشش حرکت میکرد. اما بالاخره بالاخواه برادر در اومدن و یکی دوباری درگیری تو تهران به واسطه مهدی براش اسم در کرد و زندگیشو تو اون راه کشون. ولی خیلی زود دعای مادرش گرفت و اونو به راهی که لیاقتشو داشت کشوند و سید مهدی رو تنها تو ژاپن گذاشت و اومد. اما هنوزم که هنوزه نام سید مهدی و سید مرتضی رو در کنار هم میبرن و مقایسه میکنن. به هر حال سید مرتضی از همون نوجوانی به واسطه نسل خودش به ورزش باستانی و زورخونه و بعدها با کشتی آشنا میشه و قدم به خاک گودی میذاره که رسم و رسوم منش مردونگی رو به خوبی ازش یاد میگیره. از همونجا به بعد بود که به واسطه کارهایی که کرد شد یکی از کسایی که تو خیابونا محل برای میانجیگری و کت خدا منشی ازش استفاده میکردن و اعتبار منطقه اسمش و فامیلیش شده بود. هرچند بهش غرور هم داده بود و خیلی از همینم ناراحت بودن، اما به هر حال زندگیش تو پیچ و تاب لاتی و لوتیگری به جایی رسید که دیگه نمیشد اونو جزء پهلوان‌های نامی ایران ندونست یا لااقل خصوصیات پهلوان‌های ایران رو داشت.
بعد از اون دوران بعدش که شروع شد و دست به درگیری و اوباشی در کنار برادرش زده بود، یه کمی از اون منش فاصله گرفته بود. خیلی اما هنوزم به واسطه همون درگیری هایی که میکرد و یکی دو نفری رو با چاقو زده بود میشناسنش. ولی نمیدونن هر وقت از اون راهی که برگشتی و تونستی جبرانش کنی مردی. که اون به خوبی تونست همه چیزو در راهی بذاره که خودش ازش آسیب دیده بود و سعی کرد گذشته هاشو پاک کنه. اون برای جبران گذشتهش دست به کارهایی زد که سالهاست به واسطه اون خیلیا به ورزش زورخونه پاتوق اون جمع میشن و در کنار اون خیلیا تشک کشتی و بدنسازی رو هم تجربه کردن. افتخار منطقه هاشمی و گمرک برای خودش انقدر اسم و رسم در کرد که هر کی مشکلی براش پیش می اومد مستقیم پیش اون میرفت و ازش درخواست کمک میکرد و اونم بدون واسطه و حرف پیش همه چیزو براش جمع و جور میکرد. یکی از خوباست، سفره‌دار، مشتی، دوست داشتنی. همه ایران هم دوستش دارن. من سید هم دوستش دارم. امروز هم یکی از روزهای زیبای خداوند بود. مهمانایی اومدن پیش من، افتخار به من دادن. آصد مرتضی و دوستان عزیزشون و آقای بهمن سلطانی همیشه یدکش دوستای خوب و رفیقای باحاله که منو شرمنده میکنه. اهل بزرگ نمایی از کارهایی که میکرد نبود. همیشه در خفا یه گوشه مینشست و دورش هم اشغالاتی‌ها همیشه بودن. حالا در کنار کار خودش که قبلا املاکی داشت و کاسبی خودشو میکرد و تو گود زورخونه و فعالیت یه ورزشیش که میکرد، تو عالم سفره‌داری و مشتیگری پیش قدم هم هست. با اینکه مخالف و موافق هم کم نداره، اما از خادم امام حسین شدن و هیئت عزاداری گرفته تا برگزاری گلریزون برای زندانیا و خرید جهیزیه و خیریه هایی که اون زیر دستشه تو همه مناطق تهران برای کمک رسانی پیش قدم میشه و منش پهلوانی که از خودش به جا گذاشته برای خیلیا باعث افتخار شده. هرچند با گندلات‌های اسم و رسمداری هم عکس میندازه و رفت و آمد داره، اما همین نشست و برخاستش برای اون حواشی زیادی هم داشت. سید مرتضی اشرفی این روزها یا تو گود زورخونه است یا تو مغازش یا تو کارهای خیر. یکی از همین کارهاش که اواخر انجام داده بود مؤسسه خیریه و نیکوکاری کارآفرینی بود که به همراه اون برای خیلیا سفره پهن کرد و دست خیلیا رو هم گرفت. اون در کنار محمد محمودی و امین آقا فرزانه سعی کرد زندگیشون رو وقف کسایی کنند که تو راه خلاف اسیر شدن یا یه گوشه زندگیشون تو غفلت و پشیمونی مونده و میخوان جبران کنن. اسم سید مرتضی اشرفی نه به عنوان برادر شهید روح الله اشرفی، نه به عنوان برادر گندلات سید مهدی اشرفی، بلکه به اسم و رسم خودش این روزها شنیده میشه و برای اردبیل افتخار و برای منطقه هاشمی و گمرک اسطوره و پهلوان شده.